بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه ششمین به کتاب شرح مختصر اصول الاعتقاد اهل السنه والجماعه، کتاب امام لکائی، که به حدیث آمدیم که به موضوعی بود که در زیر این موضوع پایبند، یعنی موضوع پایبند بودن به قرآن، سنت و آثار صحابگان و دست جمعی با فهمی قرآن و سنت رو باید فهمیدن با فهمی صحابگان تابعین و علمای ربانی می باشد. و کسانی که پایبند به قرآن و سنت هستند با فهم صحابگان حدیث آوردن که این حدیث در مسلم می باشد، بسیار ضرب المثلی زیبا و استوار است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین صحابگان ضرب المثل های حسی می زدند که تا که سخنشان در دل صحابگان استوار شود. می بینیم که ضرب المثل پیامبر چگونه است. حدیث از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده است. از پیامبر روایت میکنند، پیامبر میگویند: این مثلی ما بعثنی الله به من الهدى والعلم كمثل الغیث اصاب ارضا. پیامبر میگویند که مثالی من و مثالی که مرا الله به سوی مردم فرستاده است با علم و با دانش هدایت، به مثال این است که به یک زمین باران بسیار باریده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا ضرب المثل زده ایستادند که آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی مردم این با خیر بسیار، کسی که از این میگیرد سعادت دنیا و آخرت را دریافت میکند. به مانندی که ابر می آید و باران به زمین میبارد، به زمین مبارک چگونه کبود میکند، یعنی با باران با خیر بسیار. فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وانبتت كلأ والعشب الكثير. اکنون میبینیم که به ابر بسیاری به یک دیاری می آید که در وی آب بسیار است و زمین ها گوناگون می باشند. بعضی زمین هایی هستند که با مجرد آب یاری شدن کبود می کنند، خودشون زمین فایده می برد، کبود می کند و بسیار چیز می روید و مردم فایده می گیرند. همچنین دل مردم نیز گوناگون است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، همان شخصانی که بودند که از پیامبر علم را گرفتند، این خیر بسیار را گرفتند و سبزیدند و به مردم دعوت کردند و خودشان نیز راه آخرت را پیش گرفتند و از اهل بهشت شدند و به دیگرها فایده رساندند. و اینچنین زمین همین طور می باشد و زمین هایی است که به مجرد باریدن باران چقدر خیری بسیار می روید. پیامبر صلی الله علیه و سلم همان شخصایی که دین اسلام را قبول کردند و به مردم رساندند به همان زمینی که مبارک است با آب مانند کردند، می سبزد و می روید. و دیگر ضرب المثل پیامبر صلی الله علیه و سلم زدند که و کانت طائفة منها اجادیب امسکت الماء. بعضی زمین های است که نمی روید اما آب رو جمع می کند. و اینچنین بعضی از مردم است که علم رو می گیرند و فایده نمی دهند، مثل همون به دیگر ها فایده می دهند. مثل زمینی است که مثلا آب جمع می شود، از وی مردم و حیوانات و پرنده ها می نوشد. بعضی شخص ها علم رو می گیرند و خودشون فایده نمی گیرند و مثل شمع، مثل چراغی که می سوزند و به دیگر ها روشنی می دهند.
اما مردم از او آنها فایده میگیرد. و كانت طائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفعش شربها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. و سومین زمینی که و اصحاب طائفة منها اخرى في قیعان لا تمسك الماء ولا تنبت کلأ. پیامبر میگن که بعضی از زمین های است که نه آب رو میدارند نه میروید، مثل زمینی که شور است. اینچنین بعضی از مردم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، یعنی دیدند، شنیدند، اما فایده نگرفتند، به دیگرها نیز فایده ندادند و حتی یعنی از اهل جهنم شدند. مثل همون کافر مشرکی که قبول نکرده است، مثل همون زمینی که نه همین قدر آب رو میبیند به زیر فرو میکشد نه میروید، مثل زمین شوریده. پیامبر سپس گفتند فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. پیامبر گفتند که مثال همون شخصی که در دین فقیه شد و فایده گرفت از آنچه که من آوردم، به مردم علم آموخت و به مردم تعلیم داد، مثل همون زمینی است که آب رو گرفت و رویانید خودش فایده گرفت و به دیگرها داد. از این میبرد ما علم رو وقتی که ایمان آوردیم خودمون نیز راه سعادت رو گفتگو بکنیم و کوشش بکنیم که از اهل بهشت و در این دنیا و آخرت سعادتمند شویم و به مردم نیز آموزیم. مثل زمینی که آب رو میدارد و دیگرها فایده میگیرد، دیگرها مینوشد، این طور نباشیم، مثل زمین شوریده نباشیم. ما از همون زمینی که پیامبر گفتن فکانت منها طائفة طیبة فقبلت الماء وانبتت الكلأ والعشب الكثير، همچنان از همون طائفه باشیم. و پیامبر گفتن ولا تقبلوا و مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولا تقبلوا هدى الله الذي ارسلت به. پیامبر گفتن که مثال شخصی که قبول نکرد به مثال شخصی که هم هدایت مرا قبول نکرد به مثال همون زمینی که شوریده است و خودش هم فایده نگرفت و دیگرها هم نیز به دیگرها نیز فایده نداد. این حدیث ضرب المثل هایی که باید ما حس بکنیم و درک بکنیم که ما از کدام طایفه هستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ضرب المثل های کوچک و بزرگ میزدن که تا که ما آموزیم. وقتی که مثال حسی رو قبول کردیم دیگر به مثال معنوی میگذارن که ما چاره ای نیست که قبول بکنیم. اگر این مثال ها رو فهمیده قبول نکردیم ما نیست عقل خودمو که این عقل یعنی عقل ما ناقص بدن او رو میفهماند. و به الله نیز ضرب المثل های بسیاری در قرآن زده است. این بود شرح مختصر این حدیث از کتاب شرح اصول الاعتقاد اهل السنه والجماعه در موضوع پایبند بودن به قرآن و سنت و دعوت کردن مردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.